این تلفن را نخرین تا وقتی که ویدیو را تا آخر تماشا نکنید. Infinix Note 40 Pro یا که Poco X7 Pro بعد ویدیو تماشا کردن فکرتون را در کامنتاریا نویسین. Poco X7 Pro دیسپلی AMOLED 120 Hz، پروسسور MediaTek Dimensity 8400 Ultra، کامera 50 مگاپیکسل، باتریکا باشه 6000 میلی آمپر چارج. Infinix Note 40 Pro دیسپلی AMOLED 120 Hz، پروسسور MediaTek Helio G99 Ultimate، کامera 108 مگاپیکسل، باتریکاش باشد 5000 میلی آمپر چارج. در کامپлекті Poco X7 Pro защитная пленка، чехол، кабель و блоки 90 Вт میشود. در کامپлекті Infinix Note 40 Pro باشه защитное стекло، чехол، кабель و блоки 90 Вт میشود. X7 Pro تلفن игровой بوده در آب کار میکنه. Note 40 Pro هم تلفن игровой نیک در آب متاسفانه کار نمیکنه. کامرای تلفن همانه شما خودتون با هوچین که کدام تلفن خوبتر کامرا میکنه. Poco X7 Pro در مغازین ریالفون نرخش 23990 روبل، Note 40 Pro باشه نرخ تلفن 18990 روبل. اگر خواهید که همه روزا این نرخ نوای تلفنو با خبر باشین در کانال پادکست کرده در ویدیو لایک مونید. اگر تلفنو با شما معقول شده باشن پس میتونین که با مغازین ریالفون مراجعه کنین. آدرسای ما شهر مسکو مترو بوترسکایا، выход 4 торговый центр Зеленый. رقم در روی اکران برای مراجعه.